جنگ جهانی اول بزرگترین اشتباه بشریت در قرن 20 میلادی. جنگی که کل دنیا رو درگیر خودش کرده بود. از یه جای به بعد همه پشیمون شدن. با کانال عجایب پنهان همراه باشید تا برای شما علتها و عجایب جذاب جنگ جهانی اول رو بیان کنیم. جنگ جهانی اول با اعلان جنگ اتریش مجارستان در 28 ژوئیه سال 1914 میلادی در پی ترور آغاز شد. آرشیدوک فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان در 28 ژوئن 1914 توسط ملیگرای سرب گاوریلیو پرنسی و اعضای گروه دست سیاه در سارایوو باعث شروع جنگی علیه صربستان شد. در این جنگ تمام عیار حدود 70 میلیون نظامی وجود داشت که از اون 70 میلیون 60 میلیون اروپایی بودند. آمریکایی‌ها از ابتدای جنگ به صورت مستقیم وارد نشدند و حامی اصلی انگلیس و سایر متفقین شدند. اما یک سال به پایان جنگ مونده، یعنی از 6 آوریل 1917 آمریکایی‌ها هم وارد جنگ جهانی اول شدند. آمریکا در مجموع در این جنگ 4,110,000 کشته نظامی داد. در این جنگ برای اولین بار آلمانی‌ها توانستند با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گاز کلور بسیاری از افراد را شیمیایی و بکشند. در این جنگ سگ‌ها وظیفه انتقال پیام‌ها رو داشتند. یعنی سگ‌ها طوری آموزش دیده بودند که تمامی پیام‌ها رو از فرمانده به یه فرمانده دیگه یا از فرمانده به سربازا انتقال میداد و این سربازا از همه اخبار مطلع می‌شدند. اصلا از هواپیماها استفاده نمی‌شد. به قدری قدرت تخریب بالا بود به صورت زمینی که اصلا هواپیماها کاری نمیتونستن بکنن و به زور به پرواز در میومدن. خیلی از مردم میون آوارها مردن اما در جنگ حضور نداشتن. به طور معمول به متفقین دولت‌های ایتالیا، انگلیس، فرانسه و ژاپن، پرتغال، بلژیک، رومانی، روسیه، صربستان، یونان و آمریکا و متحدین آلمان، اتریش مجارستان، عثمانی و بلغارستان بودند که این دو دسته با هم دیگه جنگیدن. ایران با اینکه اصلا در جنگ حضور نداشت اما دچار قحطی بزرگی شد. و اما بازمانده های جنگ. این جنگ چه بلایی به سر مردم جهان آورد. از بچه گرفته تا بزرگسال، خردسال، کهنسال، سرباز، پیر، جوون، معلم، دکتر، همه درگیر یک جنگ طاقت فرسا شدند که باعث شد بسیاری از مردم کشته بشن. به دلیل استفاده نازی‌ها از سلاح‌های شیمیایی اکثر سربازای جنگ جهانی اول متاسفانه شیمیایی شدند و بلافاصله بعد از اون آنفولانزا به صورت جهانی شیوع پیدا کرد و این خاتمه‌ای بود از جنگ جهانی اول.